عزیزان و به نام آزادی و برای ایران امروز دوباره به خیابان‌ها آمدیم. برای فرزندان ایران که این روزها یا اعدام شدند یا پای جوحه‌های اعدام منتظر اعدام هستند. برای جوانان بلوچ، جوانان عرب، همیهنانمان، تمام کسانی که این روزها بار دیگر گرفتار حکم غیر انسانی اعدام هستند. برای ترساندن ما، برای ترساندن ایران. 3 فرزند ایران به همه ما پیام داده بودند، درخواست یاری کرده بودند که نذارید ما را بکشند. همان گونه که نوید افکاری و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران پیام دادند. بسیاری از ما ایرانیان در داخل و خارج کشور در حد تلاش خود تلاش کردیم تا صدایشان باشیم، تا نگذاریم آنها را بکشند، اما متاسفانه نتوانستیم مانع این هیولای آدمکش شویم. هیولایی چند سر که هر سرش را میزنی سر دیگر برمی آورد. هیولایی که پول دارد، سپاه تروریستی دارد، دیپلمات و توجیهگر جنایت دارد، ارتش سایبری دارد و در همه جا مشغول کشتار و ترور مردم یا دروغگویی و تهمت افکنی و مسموم کردن فضاست تا مبادا انقلاب زن، زندگی، آزادی پیروز شود و بساط استبداد را در ایران برچیند. جهان آزاد هم متاسفانه تنها نظاره‌گر است. با رژیم اسلامی و جنایت‌هایش مدارا می‌کند و با مردم ایران همدلی. قتل و اعدام و کشتار تنها چیزی است که در 4 دهه گذشته در ایران رونق داشته و رژیم اسلامی روزی را بدون آن سپری نکرده. میدانیم ماشین اعدام جمهوری اسلامی در برابر مردم خشمگین و مصمم که میخواهند آن را سرنگون کنند به لرزش افتاده و از اعدام‌های چند هزار نفری در دهه 60 و کشتارهای چند هزار نفری در خیابان در آبان 98 به اعدام‌های چند نفره و مخفیانه رسیده است. چرا که می‌ترسد مردم بار دیگر به خیابان برگردند و در برابر اعدام‌ها سکوت نکنند. ما باید تلاش کنیم تا ماشین اعدام را یک بار برای همیشه متوقف کنیم. رژیم اسلامی یک چیز را میداند که اکثریت مطلق ایرانیان این رژیم را نمیخواهند. دانستن همین حقیقت موجب شده که رژیم اسلامی از چیزهای زیادی بترسد. میترسد که مردم ناراضی و معترض متحد شوند و در خیابان و اداره و مغازه و دانشگاه و مدرسه در برابرش بایستند. میترسد که مردم مایوس نشوند، میترسد که مردم ناامید نشوند، میترسد که مردم صدایشان را به جهان برسانند و روزی جهان به رفتن آنها رضایت دهد. میترسند که سرکوب و اعدام مردم را نترساند. میترسند که امنیتی و سایبری و سپاهی نتوانند میان مردم اختلاف بیندازند و ماشین دروغ پراکنی و تهمت زنی و برچسب زنی بی اثر شود. میترسند سقوطشان که در اذهان مردم قطعی شده به سقوطشان در خیابان و جهان منتهی شود. اگر رژیم اسلامی بداند که مردم بی تفاوت نمی شوند و دشمن مشترک را فراموش نمی کنند و در جای جای جهان دست از سرش بر نمی دارند، عقب نشینی می کند. مجبور می شود ماشین کشتار را متوقف کند، همانطور که مجبور شد 10,000 معترض را از زندانها آزاد کند. آنچه ما می توانیم بکنیم این است: در تجمعات اعتراضی شرکت کنیم، یک صدا علیه اعدام بایستیم، فارغ از این که اعدامی چه کسی است و چه گرایش سیاسی دارد، از کدام نقطه ایران است. به تفرقه افکنی‌ها و بازی‌های امنیتی بها ندهیم. برای ایران به مبارزه علیه ستم و دروغ ادامه دهیم. به نمایندگان پارلمان‌های اروپایی و مقامات وزارت خارجه محل سکونت خود نامه بنویسیم
جنایت‌های رژیم اسلامی را یادآوری کنیم، خواستار اقدام عملی آنها برای ممانعت از اعدام‌ها در ایران شویم. از آنها دوباره و دوباره بخواهیم که سپاه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند. از آنها بخواهیم که برای اخراج جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل که ننگاور و شرم‌آور است اقدام کنند. آنچه ما میتوانیم بکنیم اگر خواهان پایان این رژیم جنایتکار هستیم و دغدغه آزادی و استقرار دموکراسی و یک حکومت پاسخگو در ایران را داریم، انقلاب زن زندگی آزادی را رها نکنیم، عرصه را ترک نکنیم، در کنار هم بایستیم برای آزادی، برای